با سلام. امروز اومدیم برای باز کردن یا تعویض کابل بارکدخانه دیتا لاجیک. در واقع میشه گفت تمام بارکدخانه دیتا لاجیک برای تعویض کابلشون تقریبا یکی هستن. کار کردن باهاشون. برای تعویض کابل تمام بارکدخانه دیتا لاجیک یه دونه سوراخ اینجا تهیه شده. برای تعویض کابل شما احتیاج دارید به یه دونه سوزن تهیه حالا یا یه چیز شبیه همین داخل این سوراخ که انجام بدید، فشاری که بدید کابل جدا میشه و میتونید کابل جدید رو جاگذاری کنید. تمام بارکدخانه رو یه دونه سوراخ داره، حالا یکی پشتشه، یکی بغلشه، یکی جلوشه. شما با یه دونه همچین چیزی سوزنی فشار که بدید کابل جدا میشه و میتونید دوباره کابل جدید رو جایگزین کنید.